وقتی که پسر تولد میشد و کودک نه و الکی مرد و همین تولد شد و مرد من این مردیشا گم نکده گوید و وی رو برسوندن دکر خصلتی مردیش گم نشود همون تولد شدنش وقتی که زن میشد و زن الکی و هم گوید همون جهت هایی که بسیار معلم ساز کتن قشرو کتن احساساتش بلند بیه حسیاتش بلند رنجش دارد بیه تیز گوید خودش گم بکند و aldı کدن هم آسان میزنه که aldı کدن هم آسان گوید و در آمو گوشش که دیگه پای میشنود و زود باور که هم تو میفرد بنابراین من میگفتم که تمام آیله هایی که حاضر هستن همین پسردار شدن نقص صاحبی پسر شدن نقص نکن پسر تربیه کردن بسیار بیهت مشکل گیرتیم به اعتبارتیم دیگر یک تا اکن بالاش بگذارم یا بار یک تا بالا یک تا پسلایی نمیخوام دو سوالی مرو علاقه شما پیش دستی کرده در مورد تربیه پسر موضوع همیشه تمام میکنم من همیشه زیاد مسخامتی تو خاطر بدید بباید مشین جنس تبینیه بباید جنسینی موجستوینیه همین مدک که لحته شد زنک جاش به میبرد و مدک میشد همین مدک که خیل شد همون فونکسی های مرد مکیدگی کارهای مرد مکیدگی که نمیکیدگی شد تنبل شد دیگه شد در و زنک مجبور میشد برای همین آیله پیش بودن بالا و براد و همون مشکل های گردنش بگیرد همین ها من موجستوینی جنسینی ها من همین آزر مابین به همین قدر اما پیغمبر علیه السلام همه گوید روانشناسی شناختی پیش قدمی همین دور زمانی که همین خیر و یا گفتن که اگر تو یک پسر را تربیت کنی و معرفتناک و هم مدنیتناک کنی برای جمعیت یک شخصی با معرفت توهبه میکنی کدام آیله که نباشد پسر تولد کنه جمعیت به یک شخص میتید اما اگر تو دختری با معرفت و با مدنیت را تربیه کنی برای جمعیت یک اولادی با معرفت و با مدنیت را میتی چرا؟ همین زنی صالحه که میگویند در ترکیب وی عقل ذکاوت زیرکی همش جایگیر شدگی این گوید اول شوهرش گوید همون کامبودی هاش گوید سکین تغییری که گوید همون مادر عروسش که گوید زبان یافته گوید و هم بعضی گپای مزدگیش گوید هم تکک داشته مادر جان از زبان شما این خیلی سخنها نمیزیبد من شرم ندارم اگر دیگه جا کنید بیت من این طور که گویی میاد دیگه ما مناسبت کنیم دشمنا مرد دوستا خانده کند من همین یک قضیه که هم پدر عروس هم مادر عروس همه دادر عروس خواهر عروس هم میشه گوید یک تمی زن رو دمو کند این بغیر از اون که با زپسش بچه های خودش به میماند ذخیرش میماند فرزنده خودش به میماند این من یک تا اولاد گوید که میتوند زن همین خیلی بزرگ لکن معلمی عزیز بسیار زیبا گفتن که مکر در زن بسیار است همین فریب بسیار گید لیکن آخه من زنهایی را در نظر دارم که فکرها عقیده های گید خودشان گید بن یکی تولد نمیکنن این عقیده ها بن یکی تولد نیتی مؤمن از عملش بهتر است باید اینکه اول عقیده ها پیدا شود نیت ها پیدا شود انا بنابراین این وقتی که دختر که کلام کردید و به سوال میتید آیا تو برای شوهر کردن تیار است یا تیار چقدر است ما چقدر است ما تیار هیچ که تو رفتار میکنید زی کلیک کنه هم به نگاه کرده رفتار میکنم و این یگان وریانتش نیست مایلش یگان تو آیله با آیله دیگر گوید مقایسه کرده نمیشد اینها هر کدامش گوید قانون و طبیعت و رفتار و کردارهای خودش دارد اما یک چند وریانت های برای دخترها و یک چند وریانت های زندگی خوش برای پسرها موجوده گذشته نماده کار انا بنابر همین هم اینها همون وریانت های همون زندگیش به سل موافقت کرده گوید خودش سن تکمیل داده میتوند ما اینا پیشنهاد کردن ما دکار یکی از آنها تو میخوایی که ملیکه باشی اول شاه کن شوهرته فقط زنی شاه میتواند ملیکه باشد تو خودت به خودت ملیکه شده نمیتونی انا بنابراین من تاج انزد همون بالی سری شوهرش به تاج چیست همون اعتبار همون تاج چیست همون عزت تاج چیست همون حرمت و کدام حالتنده که نباشد همینه پیش بگیرد گید اما احترام پیش بگیرد بگذار شوهرش پول نبیارد به خونه مثلا اینجا گپ بالی پول به نمیارد گید اسلام یک شعبه مخصوص دارد معلومه اسلام یک شعبه مخصوص دارد که ما پهن شده گلکای نامش صبر همین نامش صبر همینه
دیگر این شعبه ها بسیار گه شعبه ها بسیار نکی یکی از مخصوصش همین صبر این با بالاتر شی کوی ادب همین زن همه با ادب شود ماده من از ماده کنده حقارت شی گوید سالکک سخت گپ میزدگی شی تا یکتا مشکل نزنه جراحت نمه علم میگن که بسیار بسیار همین میگن اگر نوادا حقارتی گوید همطور بچه باشید و خوشیلی باشید و زنک یک پیچتاب که در شیخ چه گشته ایخی حقارت نکنید پیتا گوید گذشته برو و اصلاح کند میشد لیکن ویاندی هم اگر نیتی گنده باشید که پای هر خیلیه گوید اگر نباید اینکه زن این بر احتیاط گوید نتیاد این بر بنابراین من میگم که دخترهای تربیه کردنش بیهد مشکل من میدانم که دخترها بیهد احتیاط شدن در کار لیکن پسرهای تربیه کردن اوه هم مشکل شده ما و مردی مردان در کار کی همین زنش بگوید حالا معلم عزیز بسیار خوشرو بودن این سه وظیفه اجرا میکنه سرش یکم این شوهر است برای زن دوم رهبرش برای زن و سیومش استاد است معلمی زنش وید ما در حقیقت هم قرآن گفته است که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا ای مردها شما با عقل من 1 بر 10 اضافه داده هستم برای آن دادم افضلیت شما نسبت به زنها اضافه برای آن که همین زنهای تربیه کنید اینها گوید هم این دنیا و خوشبخت ساخته تانید و از راه های بد دارید هم گوید اون طرف رفتگین اینها جنتی کنید زخم تیار کرده نمانید اولی پیش از زن سر کردگی گوید بعدی وی اهلیکم شانی فرزندانتون گفتگی اگر ما مال و ملک و جاه و جلال داشته باشیم زن پیشش به تلوی خیلینگش کدی مثال بگیریم پول مثال چمدانش که آده مانیمو و اگر وی ادکت نتانت و ذخیره های گوید همیشه خوشیره کده همه مال و ملک و اولاد شوهرش و اگر خیانت کند این عائله پاش مخورد یا اینکه این برای بدبه هم گشتار میشد این همه قدر زحمت های زنی شوهر گوید همش برباد میرد